طلا می‌خری می‌ذاری یه گوشه که قیمتش بره بالا و پولدار شی. خب داری اشتباه می‌کنی دیگه. باید روشی رو استفاده بکنی که طلا فروشای حرفه‌ای استفاده می‌کنن. اونا قیمت طلا اصلا براشون مهم نیست، وزن طلایی که براشون مهمه. اگر الان 1 کیلو طلا دارن، سال بعد این موقع باید 1,5 کیلو طلا داشته باشن. اینطوریه که سود می‌کنی. حالا یه فرمولی رو می‌خوام بهت بگم که بتونی حباب طلا رو تبدیل به خود طلا بکنی. این فرمول چیه؟ کافیه که قیمت تمام سکه امامی رو تقسیم بر طلای 18 عیار بکنی، یه عددی بهت میده که بین 11 و 3 تا 12 و 8 هستش. اگر تقسیم کردی عدد بین 11 و 3 تا 11 و 8 بود، یعنی باید طلای آب شده تو بفروشی و سکه امامی بخری، چون حبابش پایینه. اگه بین 11 و 8 تا 12 و 3 بود، هیچ کاری نیاز نیست بکنی. اگر بین 12 و 3 تا 12 و 8 بود، همون موقع باید سکه های امامی تو بفروشی و همون لحظه طلای آب شده بخری، چون که حباب سکه خیلی رفته بالا. چند بار تو سال این کار رو انجام بدی، هوا و حباب رو تبدیل به طلا میکنی. اینه که بهش میگن سواد مالی. منم دارم از سواد مالی صحبت میکنم، پیجمو داشته باش. حالا اینکه چطوری طلای آب شده با چه ویژگی بخری رو بهت توی یک فایل صوتی کامل توضیح دادم، توی تلگرام گذاشتم. اگه میخوای گوش بدی، عدد 10 رو کامنت کن، دایرکت رو چک کن، لینکش برات میاد.